من سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیزتر از جانم. خیلی مخلصم، مرسی که ما رو نگاه میکنین. قراره تو این ویدیو بازی نارو رو براتون انجام بدیم با 10 تا شرکت کننده رفیقای خوبم. به افتخار خودتون دست بزنیم، بریم هم بچه ها رو معرفی کنیم، همین که بازی رو بهتون توضیح بدم، همین که یه خبر خوب بهتون بدم که کسی که اول بشه 10 میلیون برنده. واقعا نیاز دارم میگم. تومن؟ آره تومن. که هم تو توش هم من. بله بله. بله بله. زمانی که یکی شیشه بزنه این شکلی میشه. میشه؟ آقا هوای گرم بندر توی بازار. آقا خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. بریم برای توضیح بازی. نارو در 8 دور برگزار میشه. پس باید کارت‌های غنایم رو بر بزنیم و به 8 دسته 8 تایی تقسیم کنیم. تو هر دور یک دسته از کارت‌ها رو می‌کنیم. بازیکن‌ها هر کدوم یه شخصیت داره و بزرگترین شخصیت به درخوانده رو میگیره و کارت میزش رو در کنار کارت‌ها قرار میده. بعد از این مرحله یکی از 8 کارت گلوله‌شون انتخاب می‌کنه و پشت جلوی خودشون قرار میده. به دستور پدرخوانده همه همزمان روی هم اسلحه میکشن. پدرخوانده میتونه به یکی از بازیکنان دستور بده که هدفش رو تغییر بده و با شمارشش هر کی که بخواد تسلیم میشه و آدمکش رو میخوابونه و مابقی کارتاشون رو میکنه. اونایی که گلوله بخورن یه توکن زخم میگیرن که اگه 3 تا بشه کلا از بازی بیرون میشن. در آخر غنایم به بازیکنانی که زخمی یا تقسیم نشدن تقسیم میشه. برنده کسیه که بیشترین غنایم رو بعد 8 دور بازی داشته باشه. میگم قراره یه مشت دزد محترم سر چیزی که دزدیدن سر همدیگه کلاه بذارم و اسمش میشه نارو. الان میخوام عدد زیر 5 بیارین که عادلانه میز ریاست رو به یکی بدم و به صورت ساعتگرد کناریش میشه معاونش. عدد بیارین من بهش. نه عدد بیارین. 1 2 میشه 3 3 و 3 6 6 و 4 میشه 10 10 و 3 میشه 13 13 15 15 و 4 19 و 4 می شود 23 23 و 2 25 و 28 24 25 26 27 28. شما رئیس بازی هستین و به صورت ساعتگر کنارتون میشه معاونتون. رئیس خب میدونین دیگه اگه تیری به سمتش بخواد شلیک بشه میتونه یک رأی رو برگردونه و رئیس زمانی که تیر بخوره یا شب اگه تسلیم بشه ریاست به بغل دستیشون میرسه و بغل دستیشون هم معاونت رو میدن به بغل دستیشون به صورت ساعت کرد. الان من به عنوان معاون چه شما دارم؟ در انتظار ریاست. بچه من که دارم صحبت میکنم همینطوری که دارم صحبت میکنم تصویرها دارن چهره شما رو میگیرن که دارین تبانی میکنین شخصی رو بزنین. شما همینطوری تبانی کنین من صحبت کنم. بچه‌ها این که ما 5 تا تیر داریم بچه‌ها، 5 تا تیر داریم و قراره از 5 تا تیر 3 تاش که مشقیه 2 تاش که جنگیه. هر کی 3 تا تیر جنگی بخوره خداحافظی میکنه از جمع ما و هر کی تیر بخوره از این غنیمتی که این وسط چیزی نمیتونه برداره. امیدوارم که حساب گذاری بشه. صحبت ها انجام شد. نه کثافت کاری. حداقل علنی نگاه نکنید. بدینم لاکار. بله دیگه صحبت ها رفت در گوش. لطفا خشاب گذاری کنین تیرهایی که جلوتونه رو یه جوری بزنین که دیده نشه. فقط یه تیر معلوم باشه بچه‌ها، یه تیر معلوم باشه. امیدوارم که فرد رو انتخاب کرده باشین که حقش باشه از این غنایم چیزی نبره. خشاب گذاری کنین لطفا. با 3 2 1 من لطفاً اسلحه خودتون رو به سمت کسی که میخواین بزنینش بگیرین و هر کی دیر بیاره از غنایم چیزی نمیبره. لطفاً بعد اینکه گرفتین سمت کسی دستتون رو به هیچ عنوان عوض نکنین، جابجا نکنین. 3 شما انصراف میدین؟ تسلیم شد. شما تسلیم شدین. امشب شما تسلیم. معادلات تمام به هم ریخت. خب حالا بریم با شمارش من 3 2 1 تسلیم.
دیگه تمام. نگه داری لطفا نگه داری اسلحه ها رو نگه داری ندیدم اصلا. اسلحه ها رو نگه داری چقدر دیر تصمیم نه نه سریع گفتم تصمیم تا اسلحه بیاد بالا گفتم تصمیم. خب اوکی اوکی. شدم میتونم موقع نقش بزنم. خواهش میکنم با دست با اون یکی دستتون لطفاً فشنگاتون رو ببینم چی بود لطفاً رو کنید رو کنید خب اوکی امین بچه اسلحه‌تون رو نگه دارین لطفاً خب لطفاً به چیزی دست بزنید ما 2 تا تیر جنگی داریم امین 2 تا تیر میخوره ولی از بازی بیرون نمیره مرسی از خب اوکی بچه‌ها تیراتون رو لطفاً بدین به من تیرا رو لطفاً بدین به من از سمت رئیس بدون اینکه به کارتا نگاه کنین رئیس برمیداره چون رئیس تسلیم شده بود نمیتونه برداره معاون کسایی که تیر خوردن و تسلیم شدن نمیتونن بردارن امین بر نمیداره امیر بر نمیداره مایده هم بر نمیداره شما بردارین یه دونه شما بردارین خانوم شما بردارین آقا مهدی شما بردارین شما آقا سالار شما بفرمایید شما هم یه دونه برد مرسی این چیزایی که برداشتین آخر سر حساب کتاب میشه هر کی بیشتر جمع کرده باشه برنده 10 میلیون ما میشه خب دور اول 2 تا تیر خوردی 2 تا بهت چسب دادن مواظب باش دیگه نزننت بریم واسه دور دوم تبانی کنین آماده واقعا چرا آماده نیستم آمادش کن آمد. میخواین یکم دیگه آماده سازی کنین احساس کردم یکی میخواد انصراف بده بگه من تسلیمم نمیدونم چرا شما میدونی؟ عجب بچه فزولی شده. هرجوری خودتون میدونید او میریم برای خشاب گذاری لطفا تیر خودتون رو داخل اسلحه‌تون بذارین بیارین وسط ممنون میشم آخر سر چی شد؟ تیرتون رو گذاشتین؟ شما تیر هوایی هستن متوجه نمیشی. خب اوکی کسی میخواد تسلیم بشه امروز؟ تسلیم نمیشه کسی من تسلیم میشم. بابا این چه یه بار دیوونه من دست قبل گرفتم شما تسلیم شدین؟ آره تسلیم شدم. خب تسلیم شدن لطفا با 3 2 1 من نشونه گیری کنین طرف کسی که میخواد تیر بخور 3 2 1 خب نگه دارید به هیچ عنوان تکون ندید خب همینطوری نگه دارین سکوت لطفا تا جایی که میبینم 1 2 3 4 5 6 نفر مبینا رو دارن میزنن 1 نفر مهدی رو دارن میزنن 1 نفر امین رو دارن مرتضی رو شما دارین امین رو میزنین شما مرتضی رو شما مرتضی بچه‌ها لطفا تیراتون رو کنین خب شما یه تیر میخورین همه مشقی بودن شما اسلحه پایین فقط این جنگی بود. شما یه دونه امین جنگی بود دیگه من گفتم ولی میدونم بیرون گفتم یه تیر کنم تیراتون رو میشه ولی ببینم نگرفته بود داغ آمد. نه این من فهمیدم این ولی رو گوشش کرده. بریم دیگه بریم واسه یه هنوز هیچی حذف نشده پرام ریخته نه دیگه بریم ساز کردم بریم واسه حذف کردن احساس میکنم این سری میخواد تیرا جنگی باشه احساس میکنم من دارم میرم واسه حذف از شدن اونجایی که شما دارید برید واسه حذف ما کردن هیچی نمیگه. ما خودمون خب بیاید. آره خودمون مشورت می‌کنیم بچه اینجوری کسی چیزی نمیگم. مشورتی چیه؟ ماشی با چه چش باید براتی نگاه کنی. ماشی چه براتی راست میگی؟ احساس میکنم 10 ثانیه بیشتر نمونده برای خشاب گذاری لطفاً خشاب گذاری کنید سالار رو شنید لارش میدی چجوری شد سالار خشاب گذاری کنید لطفاً ما تسلیمم. از قبل یعنی خشاب گذاری کنید تسلیمم. تسلیمی بچه‌ها زمانی که میشمرم هر کی تسلیم شد بازم باید تیر بزنید کسی تسلیم میشه چرا این کارو میکنی آره یه بار نگاه کنیم هم دیگه تمام شد. کسی تسلیم میشه نه فرموش تسلیم شد مرتضی تسلیم شد آره. اسلحه تو دستتون باشه با شمارش من تیر جلو گذاشتین تیرتونو 3 2 1 نگه دارین نگه دارین لطفا تسلیم میشه بچه ها پریا تیر خورد پسرها تیراشون رو کنن لطفا دخترها نه
جنگ دو تا تیر خوردی. دخترا یه نفر داره، 2 نفر مهدی رو دارن میزنن، 3 نفر 4 نفر مهدی رو زدن، بله. 4 نفر. 4 نفر. تیراتون رو کنین، همونطوری دستتون رو نگه دارین. مال من مشقی بود. یه دونه تیر جنگی. اوکی مرسی بچه، دستتون رو بیارید پایین. من 2 تا تیر، 2 تا چسب زرد به پریا میدم، یه دونه به آقا مهدی. لطفاً فشنگاتون رو به من بدین. مرسی مرسی مرسی. 2 نفر بچه‌ها تسلیم شدن، 2 نفر تیر خوردن، 4 نفری که 4 نفری که نه 2 نفر تیر خوردن، 2 نفر تسلیم شدن. به جز این 4 نفر 6 نفر لطفاً بردارن. از رئیس مرسی که نظم رعایت که تیر خوردم نباید بردارم. خب شما که تیر خوردین برنمیده، کسی هم که تسلیم شده برنمیداره. مرسی که 4 تا موند. میگم یه خواهشی که از بچه‌ها دارم اینه که تیم ورک جلو نرن. اینکه دخترها یه تیم شدن پسرها یه تیم شدن به نظرم جذابیت بازی رو داره میاره پایین. احساس میکنم همتون اجماع کنیم واسه حذف یه نفر. این کمکیه که من میتونم برای خوشگل‌تر خفن‌تر کردن بازی بهتون بکنم. این که الان دخترها یه تیم شدن پسرها یه تیم شدن به نظر من قشنگ نیست. میریم واسه 1 دقیقه هم فکری و تبانی برای نارو زدن بچه‌ها که کی میخواد تیر بخوره، کی رو میخوام بزنن. خشاب گذاری کنین لطفاً. لطفاً خشاب گذاری کنین. احساس میکنم تیرهای مشقی تموم شده، رفتیم رو جنگی. چه تیر بارونی بشه اون نفری که الان روش ریختن. با شمارش من کسی میخواد تسلیم بشه؟ تسلیم. امین تسلیمه؟ تمام معادلات دوباره مگه یه بار تسلیم؟ من یه بار تسلیم نشد. نه دیگه نمیتونی تسلیم بشی. دیگه نمیتونی تسلیم بشی. من میگم اجازه بله. اصلا تو بعد چی علنی تو چشام خب. من گفتم امین. بریم. یه دقیقه وایسا بس من تیرم یکی با خودم ببرم. اگه قراره اینجوری باشه. بریم. با شمارش من لطفاً اسلحه خودتون رو به سمت کسی بگیرین که قرار تیر بخوره. 3 2 1. اوکی دستاتون رو نگه دارین. دستاتون رو نگه. لطفاً دستاتون نه لطفاً دستاتون رو نگه. شما خیلی دست قبل تو خیلی خب پریا بچه‌ها اجازه بدید. 4 تا سمت فرمش کنم. بچه‌ها پریا، امین، همه مشیاشون مهدی، استفاده مرتضی، کردن. سالار لطفاً تیراشون رو کنن. نه دستاتون نه تیراتون. جنگی جنگیامون مونده چون ما فرنوشو زدیم. میتونم برگاتو ببینم چیزی داری که بتونیم زندت کنیم؟ نه دستاتون رو نگه دارید. فقط خب، شما خدا فقط خدا. خب بچه‌ها یه لحظه دستاتون بالا باشه. شما کی رو زدی؟ شما مرتضی رو؟ من مهدی رو زدم. مهدی رو میتونم تیرتون رو ببینم؟ مشقیه. مشقیه. اوکی شما کی رو زدین؟ امین رو زدین. امین تیر میخوره. شما جا خالی دادم ها. بله. شما تیرتون رو میتونم ببینم؟ مشقیه. شما کی رو زدی؟ من نگاه. پرستو رو زدی. من با تو چیکار داشتم؟ خب اوکی. آها ایوه. بله مرسی دیدم. مرسی شما یه تیر خوردین. تو کیو زدی؟ احسن خودت بودم. بچه‌ها تیراتون رو میتونم داشته من باشم. اینجا بچه‌ها دستی که تو رو قرار بود بریم به بزنه، افتخار- تسلیم کرد. بریم به افتخار فرنوش دست بزنیم. تسلیم کرد خودشی که نقشه فرنوش بود. تو این دست فرنوش از بازی رفت بیرون. تو این دور امینم یه تیر خورد. امین بر نمیداره. کسی هم تسلیم نشده بود. از رئیس لطفاً نفر یکی دونه غنایم ما رو بردارین. از رئیس لطفاً. بله اشا دوزم. بله بفرمایید. سالار جان بفرمایید. مرسی. خب غنایم بذارم. 4 5 6 7 8 9 نفریم. دارین اشاره میکنی به هم دیگه نه؟ خوبه. نفری که میخواد تیر بخوره رو انتخاب کنیم. با هم صحبت کنید. خب فکر کنم یه تیرا دیگه کلا جنگی مونده باشه. احساس میکنم. همونم ریخته به هم اول. روح منم ریخته. لطفاً خشاب گذاری کنیم بچه‌ها. تیری نداریم. انتخابی نداریم. خشاب گذاری کنین لطفاً. کسی که تیرش تموم بشه بهش 5 تا تیر میدم. خب بذار هست.
تکتیر رو باید بگیم یا نه دیگه؟ جان؟ نه. خب کسی میخواد تسلیم بشه؟ کسی تسلیم نمیشه. نه. با 3 2 1 من لطفاً هدف خودتون رو بگید. 3 2 1 اوکی. عجب روزگاری بچه‌ها امین، مهدی، مرتضی، سالار و مایده لطفاً تیرهای خودشون رو کنن که مشکی نداشتم. امینو زدن. یه دونه تیر خورد. اجازه بدین لطفاً دستا پایین نیاد. یه تیر خورد. شما مرتضی رو زدی؟ من تیرتون رو میتونم من ببینم؟ تیر نداشتم دیگه. مشقی زدن شما یه تیر جنگی به مرتضی زدی. شما چی؟ من یه دونه جنگی به مهدی زدم. شما چی؟ منم با آقا مهدی زدم. اوکی. دستا لطفاً بیاد پایین. بچه‌ها 3 تا آقا مهدی تیر خورد. آقا مهدی چیزی داری تو کارتات که بتونی به زندگی نه پول فقط. تابلو اوکی. شما چیزی داری؟ لطفاً کارتاتون هم برگردونید ببینن که پول نمیتونه نجاتت بده وقتی تیر رو خوردی. من نداشتم. مهدی و امیر حذف شدن. به افتخارشون دست بزنید. بچه‌ها مرسی. تیر میدی به ما؟ امیرم هست ما تیر نداریم. اجازه بدیم چه میدم. تیری بود تو به من زدی؟ خب اسلحه‌تو میگرفتی اونوری، میگی یه تیر نخورده بود. مهدی و امیر رو از دست دادیم. از سمت میز ریاست غنایم تقسیم میشه. بفرمایید لطفاً. بفرمایید. شما و شما بفرمایید. چند نفریم؟ 3 4 7 تا 3 4 5 6 اینم 7. لطفا با هم دیگه هم فکری کنیم برای حذف یک نفر جدید. نارو بزنین دیگه. کار دزد نارو زدنه. یه باد آورده رو باد میبرد. احساس میکنم که باید الان خشاب گذاری کنید. احساس درسته؟ بله درسته احساس درست. لطفا خشاب گذاری کنید. کسی هست که امروز تسلیم بشه؟ والا خیلی دوست دارم دیگه سوزونده شده. بله. بله. بچه‌ها با شمارش من لطفاً تیراندازی کنین. 3 2 1 لطفاً نگه کن. باز تو 2 به 2 میزنی. این همه هم فکر تا 2 به 2 میزنن. خب 2 تا تیر خورد به امین. کسایی که به امین تیر زدن لطفاً تیراشون ببینم. بله 2 تا جنگی. این 2 تا جنگی مال شما. من نمیرم بیرون. 2 نفرم مرتضی رو زدم. مرتضی رو کن لطفاً. نه 2 نفری که مرتضی رو زدن ببینم. ایوه. مرتضی. خب سالار پرستو رو زدی. بله. میتونم ببینم؟ جنگی رو کن. بله. خب بچه‌ها تیراتون رو بیارین، منم اسلحه‌تون رو پرستو بیارین رو پایین. ولی مشقی داشت. آره. چیزی تو کی رو زدی؟ پرستو رو؟ آه مشقی بود. چقدر پسرا مهربونه. آقا من یه بارم مرتضی رو مشق زدم. امین رو تا اوکی. حالا نزدم. اوکی ما بچه دیگه یه رحمو گذاشتیم کنار. ما خیلی نارو خوردیم. مرتضی و امین تیر خوردن. میشه ببینم تو دستتون یه سورپرایز دارم براتون. چیزی داری که بمونی تو بازی؟ نه. تو چی؟ خیلی نوکرم. مرتضی دست تو اگه با برگی که رو کرد تو بازی میمونه. 2 تا از تیراش برمیگرده. ولی امین عزیز من شاه دخترم نمیشه. امین عزیز از دست میدیم. به افتخارش دست بزنیم. برای من زدی تو قلبم. آقا به تیر بی زحمت. لطفا از سمت ریاست غنایم رو بردارین. شما این بعدش شما تیر خوردین؟ من یه دونه. نه تو دست قبل تیر خوردین. بله. خب نمیتونین بردارین لطفا. شما تیر خوردین تو دست قبل نمیتونین بردارین. شما بردارین. شما تیر که نخوردین. بفرمایید. شما هم میتونین بردارین. بچه‌ها رو جابجا کردیم چون خیلی داشتن خانوما در علیه آقایون دستیسه میکنم. بله واقعا. ما 3 تا 6 تا فکر کنم کسی رو که میخوایم بزنیم فکر کنم دیگه میخوایم مطمئن باش. یکی از آقا سرا رو میخوایم بزنیم. سرا مظلومن. خدا بشمرم؟ بله. بشمرم. لطفا خشاب گذاری کنید و اینکه کسی رو که میخواد کسی میخواد تسلیم بشه؟ نه هیچ. اینا 4 نفر شدن. لطفا
با 3 2 1 من نشونه گیری کنید. 3 2 1. من بیرون نمیرم که هیچ، شما خدافظ. خب 10 تا کارت اوکی. بعد نه نگه دارین سالار جان. خب خانم پرستو، مائده، پریا و مبینا لطفاً رو کنن تیراشونو. 2 تا تیر خوردی سالار. 50 تا کارت دارم. نه اصلا بیرون نمیرید. دخترها اسلحه پایین، پسرا نگه دارن اسلحه‌شونو پایین. ایشون که بیرون، من جنگی زدم. اوکی. سومیش شما رو کردی، شما هم رو کن. خدمت شما خب اوکی. ببین شما 2 تا تیر جنگی خوردی. خب شما هم 2 تا تیر جنگی خوردی. اجازه بدین. شما تویی. شما 4 تا چسب زخم داری، 4 تا تیر خوردی. چیزی داری تو کاغذات که بمونی تو بازی؟ دکتر هم داشته باشی. به کارم بیاد. نه. تیره. اون اجازه بدین. شما یکی رو رفتی با بیرون. خودم یکی رو می‌کشم میتونی با بیرون. خودتون اجازه ببری نده، بیرون. ولش کن. نه اون ببر. تیره. خب شما کی رو با خودت میبری بیرون؟ خب من واسه اینکه نشون بدم کینه چیز خوبی نیست، باریکلا. شما رو میبرم با خودم. خیلی شطوره. شطوریه. چجوری کینه چیز خوبی؟ از زمان کینه ولی شطوریه. اونو شما میتونید. شما نداری چیزی از خودت محافظت کنی نری؟ من خودم و 3 تا کارتم آقا، چیزی دیگه ندارم. بچه افتخار پریا و مرتضی دست مرسی از بازی خوبتون، با اجازه. خب به نتیجه رسیدیم. من لطفاً ندارم اونجا. خشاب گذاری کنید. آره. خشاب گذاری کنید لطفاً. کردین؟ بله. کسی میخواد انصراف بده؟ خیلی. خب با 3 2 1 من لطفاً به هدفتون شلیک کنید. 3 2 1. 2 نفر مبینا رو زدن، 1 نفر سالا رو زد و 1 نفر هم مائده رو زد. میخوام شما دوتا رو کنین تیراتونو. یه دونه تیر جنگی. شما دستاتون رو بیارین پایین لطفا. شما سالا رو زدین، میشه من ببینم؟ مشقی. مشقی بودین شما. هیچ پس شما مشکل. مرسی. و اینکه هیچکی بیرون نرفت. مبینا 2 تا تیر خورد. بله. تو بازی موند. تیرا لطفا. خب بردارین شما هم بردارین، شما بر ندارین، شما بردارین. امیدوارم که حق به حقدار برسه. لطفا خشاب گذاری کنید. گذاشتیم. کسی هست که تسلیم بشه؟ نه. با شمارش من 3 2 1. میشه مائده و سالار تیراتون رو ببینم؟ شما کی رو زدید؟ میشه ببینم؟ شما هم رو کنید همتون؟ اینم مشقی. اوکی پس بهتون تیر میدم. مرسی. بچه‌ها لطفاً خشاب گذاری کنید. خشاب گذاری کنید لطفاً. خب کسی میخواد انصراف بده؟ نه. خشاب گذاری کردی شما؟ بله. کجا گذاشتین؟ با 3 2 1 من لطفاً به هدفتون شلیک کنید. 3 2 1. منو میزنی؟ ایشون رو میزنی. شما دوتا پرستو رو زنین لطفاً ببینم تیرتون رو. جنگی. یکیش جنگی بود. شما میتونم ببینم تیر شما رو؟ من 2 تا جنگی دارم. بله شما اینجا رو زدی. شما ایشون رو زدی. میشه بله، ببینم تیرتون رو؟ مشغول. لطفاً اسلحه‌تون رو بیارین پایین. شما چیزی دارین که بمونین تو بازی؟ من چیزی ندارم ولی با غرور یه نفر میخوام با خودم ببرم. اون کارتتون رو رو کنین. بفرمایید. کی رو میخواین ببرین؟ سالا رو. آقا سالار. من سالار جان. تنها شدم وقتی شما رفتید. این بده. اینجا واقعا ادیتور باید یه آهنگ غمگین پلی کنه. چی گفت؟ پشتشو از دست داد. من نمیگم تشویق کنم تو بری. من تو رو تا بیرون همراهی میکنم. کاش تو نهی همینجا بشینی که بریم بیرون. شما هم تیر خوردین بفرمایید. بله بله این بله. کارت داشتم. میگم چقدر جالبه. میگن این میزا به کسی وفا نکرده ولی هم رئیس پشت میزش تا آخر بازی نشست هم معاون.
و عوض نشدین میز ریاست و معاونت. چون پرستو تیر خورده بود مائده میتونه از غنایم یه دونه برداشت کنه و شما نمیتونین برداشت کنین. میریم برای شماره چه غنایم، هر کی بیشتر غنایم برداشته برنده بازی ما. خب میشه ببینم؟ خب اوکی. 5000 تا، 15000 تا، 4000 تا، 19000 تا، 19 و 5 24، 25 و 4 29، 29 و 5 میشه 34، 34 و 20 میشه 54000 تا برای شماست. این هم که خب واسه نجات دادن جونتون بود. 54000 تا میتونم بشمرم؟ خب 1000 تا، 11000 تا، 21000 تا، 31، 41، 51، 61. برنده شدی. پرستو برنده بازی ما شد و بهشون تبریک میگیم، برنده 10 میلیون تومان و اینکه امیدوارم که به شادی استفاده کنید. خیلی خوشحالم بالاخره یکی از خانوما برد و اینکه خیلی خوشحالم که این 10 میلیون رو بردم. خسته نباشید میگم به تیم آقای حامد تبریزی.